مسئولان کشورهای اسلامی گاهی اجتماع میکنن، حرفی میزنن، گاهی مصاحبه‌ای میکنن، یه چیزی میگن، کاری که باید بکنن انجام نمیگیرن. We immediately call for the cease of military operation. شما میشینید چیزی رو تصویب میکنید که در اختیار شما نیست. چیزهایی هست که در اختیار شماست، اونا رو تصویب نمیکنید. اون چیه؟ قطع شریان‌های حیاتی به رژیم صهیونیستی. این در اختیار شماست. چیزی رو تصویب میکنید که در اختیار شما نیست. میتونید شما کمک نکنید، پشتیبانی نکنید، ارتباط سیاسی و اقتصادی رو قطع کنید. این کارا رو میتوانید بکنید. این اون دشمن رو تضعیف خواهد کرد، او از میدان خارج خواهد کرد. این کار دست شماست. اینو تصویب کنید. اینو متعرض نمیشه. یه چیزی رو تصویب میکنن که در اختیار شما نیست. چیزهایی هست که در اختیار شماست، اونا رو تصویب نمیکنن. ولی در این حال با همه اینا، همونطور که خدای متعال فرموده ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. خدا با مردم مؤمنه. هر جا خدا باشه پیروزی هست. البته سختی ها وجود داره، اما پیروزی قطعی است. خدا با مردم مؤمنه. هر جا خدا باشه پیروزی هست.